سلام، من نیما محمد حسنی هستم. به قسمت ششم از تبسل گاراژ خوش اومدید. توی این قسمت مهمان ما آقای معین کلوشانی هستن، مدیر ارشد مارکتینگ دید. ما اینجا ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. میخواید یه سلام علیکی با بیننده ها شنونده ها داشته باشید، بعد بریم سراغ. سلام نیما جان، وقتت بخیر. من سلام میکنم به همه کسایی که دارن ما رو توی این قاب میبینن، مخاطبای تبسل گاراژ. امیدوارم که گفتگوی جذابی بشه. خیلی ممنونم ازت. ما یه رسول میکنم اول یه توضیح تعریفی از دید داشته باشیم، ببینیم در واقع شاید یه سری از افراد مخاطبین ما دید رو نشناسن، ببینیم که دید داره دقیقاً چه کاری میکنه. خب من افتخاری رو دارم که به نمایندگی از یه تیمی که تقریباً 4 ساله که دارن روی یک محصولی کار میکنن از بهار 1399 که ماهیتاً یک پلتفرم تو حوزه ای کامرس تعریف میشه و قراره که با یک سیستم پیشنهاد دهنده خیلی قوی از جنس تصویر باعث بشه شما از ایده به فانل های خرید وصل بشید. خیلی موقع هست که ما نیازهای خریدمون رو از قبل شناسایی میکنیم و میدونیم چی میخوایم بخریم، حساسیت همون میره روی پارامترهایی مثل قیمت. خب اینجا ابزارهایی داریم که به ما کمک میکنه، پلتفرمایی هستن که به ما پیشنهاد میدن. خیلی موقع هست که به خصوص در مورد کالای شخصی، به خصوص چیزی که کمی آرت، کمی هنر، کمی سلیقه توش نقش پیدا میکنه، شما دنبال منبعی برای الهام یا گرفتن ایده هستید. اونجا دقیقاً جاییه که نیازهای پنهان ما هم میتونه اصلا آشکار بشه. به همین دلیل ما برای داشتن یک پلتفرم با کیفیت تصویری تو ایران همت کردن تیم فنیمون و محصولی الان ایجاد شده که به جرئت میتونم بگم خیلی داره این نیاز رو خوب مرتفع میکنه. یعنی کاربر میتونه هر چیزی که خواست رو از مسیرهای مختلف جستجو، چه جستجوی متنی، چه جستجوی تصویری، چه جستجوی از طریق لنز یا فیچرهایی که برای کاربر قرار دادیم پیدا بکنه و برسه به محصول قابل خرید. این چیزیه که ما رو متمایز میکنه. درسته، خیلی ممنونم ازت. دوباره برمیگردیم به دید، چون یه روندی داره توی تبسل گاراژ که در واقع ما برمیگردیم به نقش اون در واقع مهمانانمون توی اون استارتاپ یا توی اون برند که دارن کار میکنن، موفقیت و شکستاشون رو بررسی میکنیم. معین جان، ازت میخوام بدونم که چی شد اومدی مارکتینگ؟ از اول آیا مثلا رشته‌ت هم مرتبط بوده، میدونستی میخوای مارکتینگ باشه یا نه یه تغییر مسیری داشتی تو راه؟ میخوام از آخر به اول جواب تو بدم. من اگه برگردم به عقب جامعه شناسی میخونم احتمالاً، ولی واقعیتش اینه که من رشته کارشناسی مهندسی صنایع بود. زمانی که انتخاب رشته میکردیم شاید الان برگردم عقب حتی نتونم دلیلش رو بگم که چرا به مهندسی صنایع علاقه من شدم، ولی حس کردم با تحقیقایی که کرده بودم اون زمان که همه انجام میدن این رشته‌ای که دوستش خواهم داشت. بعد که وارد صنایع شدم دیدم یه گرایش هایی وجود داره از جنس مدیریت و اونا رو بیشتر باز بهش علاقه دارم. برای همین حوزه کارشناسی ارشدم و دکترامو توی مارکتینگ ادامه دادم، بازاریابی بین الملل، گرایش بازاریابی بین الملل، هم کارشناسی ارشد هم در واقع دکترا. ولی خیلی اتفاقی وارد جذاب ترین بخشی که میتونه همه اینا رو کاور کنه شدم و اونم شرکت تبلیغاتی بود، کار تو آژانس تبلیغاتی و اولین تجربه‌ام هم سال 92 با آژانس ایران نوین بود که در واقع اونجا افتخار همکاری با یه تیم خیلی جذابو پیدا کردم که همچنان هم باشون ارتباط دارم و یه نتورک خیلی جذابه که ادامه پیدا کرد و بعد وارد حوزه دیجیتال شد. من تبسل 2 سال به عنوان در واقع مدیر یکی از تیم‌های بازاریابی فروش تبسل تو ساختاری که تقریبا سال 98 تا 1400 داشتیم کار کردم و میتونم بگم بعد از تبسل تبدیل شدم به یک کارشناس حوزه تبلیغات تو آفلاین و آنلاین و این مسیر یه جایش انتخابی نبوده ولی یه جایش به شدت انتخابی بود و خیلی خوشحالم که این مسیر رو اومدم.
به عنوان خب یه مارکتر، کسی که داری تو حوزه مارکتینگ فعالیت میکنی، فکر میکنین که اگر مثلا مارکترها توی این فرآیند جرنی که دارن طی میکنن توی کریر خودشون توی آژانس کار کنند، چه خوبیایی چه بدیایی داره براشون؟ اصلا چقدر به آدم اضافه میکنه، چقدر آدمو شاید مستهلک هم میکنه حتی. من اتفاقا امروز صبح پیش یکی از دوستان بودم، توی یکی از آژانس‌های تبلیغاتی دعوت کرده بود، رفته بودم پیشش، داشتم بهش میگفتم که به نظر من جذاب ترین شغل دنیا از یه منظرهای تبلیغاته. خود من شاید تو 10 سالی که تو آژانس‌های تبلیغاتی بودم نشمردم، ولی شاید چند هزار جلسه شده باشه، جلساتی که با کلاینت های مختلف از فرهنگ های مختلف با استراتژی های مختلف بودن و دوست داشتن با تو کار بکنن، هم یه هدف دارن، پرزنت خودشون به عنوان کسب و کار و احتمالاً فروش محصول یا سرویسشون. از این نظر جذابه که به تو عمق میده، چون کسی که داره به تو بریف میده که بری یه مسئله از سازمانشو با رسانه و تبلیغات حل کنی، به عنوان آخرین تیر ترکشش بعضی موقع و یا به عنوان بهترین تیر ترکشش رو تو حساب میکنه. پس همه داده ها و اطلاعاتشو سعی میکنه به تو بده هر چقدر میتونه. حالا بعضی ها اینو بلدن خیلی دقیق تر میدن، بعضی از سازمان ها بلد نیستن هی ضعیف تر میدن که اینو تو خروجی میبینیم تو هر شکلی از تبلیغات. و این جذابترین چیزیه که میتونه اتفاق بیفته. یعنی من همیشه میگم بعضی موقع تبلیغات چیا از سازمان ها اطلاعاتی رو دارن که شاید مدیران ارشد اون سازمان نداشته باشه به خاطر بریفینگی که هی دائما انجام میشه برای تبلیغات چیا. بنابراین تبلیغات جذابیتش اینه. ولی به لحاظ ساختاری و به لحاظ فرهنگی تو کل دنیا فکر میکنم اینطوریه که تبلیغات به خاطر ماهیت پراجکت بیس بودنش مستهلک کننده است. من توی کتابی که اخیراً دارم میخونم به اسم کتاب فور که داره 4 تا بیزنس خیلی قول و بزرگ دنیا رو دی ان ایشون رو بررسی میکنه، یعنی آمازون، گوگل، فیسبوک و حالا اون یه برند یادم رفت. حالا ترجمه شده است کتاب؟ بله ترجمه شده است. یه آمار خیلی جذابی میده، میگه که نرخ آدمایی که از WPP به عنوان بزرگترین شبکه تبلیغاتی دنیا مهاجرت میکنن به آمازون خیلی زیاده. یعنی تبلیغاتی یه سری آدمو پرورش میده که میتونن به خاطر ماهیت تبلیغات مولتی تاسک باشن، پروژکتو خیلی یا پروژه رو خیلی خوب بفهمن، اجایل بودن رو خیلی بفهمن، میرن توی یه شرکت‌های بزرگی مثل آمازون، گوگل و جذب میشن. ولی برعکسش خیلی کمه. یعنی مدیرانی که از گوگل، آمازون و شرکت‌هایی که میتونم بگم حالا ماهیت پلتفرمی دارن واقعا برمیگردن به صنعت تبلیغات خیلی کمه. من حس میکنم به خاطر ماهیت صنعت تبلیغاته. برای همین خوبیش این بود، بدیش اینه که آدم‌ها رو مستهلک میکنه. قبول داری که میگن که حالا شاید در واقع عقیده است دیگه، میگن کسی که تو آژانس کار میکنن خیلی به سمت میرن که متخصصا تخصصشون تی شیپ میشه، در واقع یه قسمت خیلی زیادی عمومی جنرال داره و در واقع توی یه حوزه خاصی شاید در واقع خیلی دیپ بشن. حالا میتونه تی شیپ بد باشه خوب باشه، چون اشاره کردی که مهندسی صنایع هم در واقع خوندی، دوباره اونجا هم یه گرایشیه که میگن برخلاف حالت دکتر عمومی مهندسا رو داره، خیلی جنراله. بعد آژانس هم همینو داره. آیا مثلا این نوع رفتار اوکیه که آدم یه چیزی بدون کلا وقتی تو آژانس با بیزینس‌ها در ارتباط یه سری مشکلات از بیزینس‌ها میفهمه که شاید اگه توی برند کار کنی اینو متوجه نشی، ولی از یه جهتی میگن که برای توسعه مهارت زیاد مثلا شاید وقت نداشته باشی یا فرصت نداشته باشی. مثلا یکی بره توی برند پرفورمنس مارکتر باشه، مجبوره که اونجا اپ یاد بگیره، پرفورمنس یاد بگیره، گوگل ادز یاد بگیره، شاید سئو هم یاد بگیره. ولی تو آژانس چون بهش یه رول مشخص میدن، فقط تو همون اگر بتونه و مستهلک نشه دیپ بشه و یاد بگیره. من خیلی نمیتونم اینو تحلیل کنم، یعنی نمیتونم مقایسه کنم، ولی چیزی که میتونم کامل کنم این صحبت تو رو اینه که وقتی توی آژانس تبلیغاتی کار میکنی، غیر از جذابیت ارتباط با کلاینت های متنوع، تو خود آژانس هم یه تنوع زیست بومی داری، کاراکترهای مختلف. چون یه آژانس به خصوص حالا اگه ماهیت یکم فول سرویس پیدا بکنه، پرسوناهای مختلفی داره که واقعا یه مدرسه
فرض کن توی دانشگاهی هستی که با بچهای دانشگاه هنر خیلی رفیقی، با بچهای دانشگاه مهندسی خیلی رفیقی، با مدیریت ها خیلی رفت آمد داری و تو رو واقعا دیپ میکنه توی حوزه هایی. یعنی من میگم اگه پروداکت یا آژانس تبلیغاتی سرویس کریتیو یا سرویسی باشه که به عنوان مسیج میبره رو رسانه یا کلا همون پیامی باشه که میبره رو رسانه، تو عمیق میشی. دقیقاً مثل اینکه وقتی بیای توی یه شرکتی پرفورمنس مارکتینگ رو به عهده بگیری و توش عمیق میشی. من اینو زمانی حس کردم که وارد پلتفرم دید شدم، چون من قبل از اینکه وارد پلتفرم دید بشم همیشه حتی وقتی تو تپسل بودم ماهیت ایجنسی توش بالاخره وجود داشت، ولی وقتی وارد شدم دیدم چقدر اون ارتباطات حالا کمک میکنه که من میتونم پروداکت دیدو بفهمم و چقدر کمک میکنه که من مثلا بتونم زبان مشترک داشته باشم با یه کسی که مهندسی هوش مصنوعی خونده و بعد بفهممش. یعنی به نظر من کار کردن تو آژانس هوش عاطفی یا هوش هیجانی تو رو انقدر میتونه تقویت بکنه و تمرین بده که اگر بری توی برند کار بکنی راحت میتونی پروداکت رو بفهمی. این برداشت منه، حالا تجربه شخصی من بوده. جالب بود، نکات خوبی اشاره کردی، ممنونم ازت. اونجا میخوام بدونم که با خیلی خوب صحبت میکنیم توی حالا اکوسیستم، میگیم که آقا مثلا فرق مدیر مارکتینگ با مدیر ارشد مارکتینگ چیه؟ اکثر بچه‌ها میگن که خب یه سری شرکت داریم به خاطر بحث ساختار و پروموشن میان یه سی لول باز میکنن، ولی خب خیلی معتقدن که در واقع کسی که میشه مدیر ارشد مارکتینگ و در واقع میگن CMO میشه، سی لول میشه، قدرت تصمیم گیری و تصمیم سازی خاصی داره که مدیر مثلا مارکتینگ شاید اونو نداشته باشه. یعنی بیشترین تفاوت بین مارکتینگ منیجر و در واقع یه مدیر مارکتینگ ارشد رو توی همین میدونم. می‌خواستم نظر تو رو بپرسم. من اینجوری میتونم تحلیل کنم اگه زنجیروار بخوایم بچینیمش، یه بخشیش برمیگرده به ساختار که خب هر سازمانی میتونه ساختار متنوع داشته باشه، حتی اگر تو یک اکوسیستم، تو یک نوع کسب و کار و حتی رقیب هم باشن. واقعا من دیدم که هر سازمانی ساختار متفاوتی داره. واقعا مثل دی ان ای یا اثر انگشت میتونیم اثرایی ازش ببینیم که منحصر به فرده. درسته. بعد این برمیگرده به فرهنگ اون سازمان، فرهنگ سازمان برمیگرده به فاندر سازمان و باعث میشه برداشت از یه پوزیشن متفاوت بشه. این لزوما نه به سایز کمپانی بستگی داره، نه به سایز شرکت بستگی داره، نه به اینکه مثلا یکی اومده باشه چارت نوشته باشه بگه ما به این پوزیشن میگیم CMO یا میگیم مارکتینگ منیجر. برای من تو جامعه ایران به خصوص حالا تو نتورک و شبکه‌های اجتماعی مثل لینکدین و اینا همیشه این سوال هست. از خیلی ها میشنوم، حس میکنم دلیل این که یکی رو CMO میدونن یا یکی رو مارکتینگ منیجر سایز سازمانه. مثلا یکی به من گفت اگر سایز سازمان خیلی بزرگ باشه به تو میتونیم بگیم CMO، یعنی لول C تعریف کردنش، ولی اگه سازمان کوچیک باشه بالاخره باید بگیم مارکتینگ منیجر، تو هم باید بپذیری. با یه دوست دیگه صحبت میکردم میگفت نه واقعا به این بستگی داره که تو چقدر بتونی پرابلم سالور خوبی باشی تو اون حوزه‌ای که بهت سپردن. احتمالاً یه سی لول باید بتونه اگه مهارت‌های ادراکی انسانی و فنی رو در نظر بگیریم برای همه لول‌های مدیریتی، باید واقعاً عمیق‌تر بشه تو مهارت‌های ادراکی. اگر میگیم سی لول تر میشه تو مهارت‌های قطعاً انسانیش دیگه باید خیلی به بلوغ رسیده باشه. یعنی میگیم که شاید هارد اسکیل‌ها یکی باشه ولی سافت اسکیل‌ها اینجا داره. دقیقاً. من فکر میکنم تفاوت یه مدیر خیلی ارشد که بگیم CMO یا یه مدیر یکم ارشدتر که میشه مارکتینگ منیجر دقیقاً همینه که چقدر بتونی تیم تو با کار اینگیج نگه داری، چقدر بتونی با لول بالاتر سازمان خودت یا با لول‌های همرده خودت تو حل مشکل سازمان مشارکت مؤثر داشته باشی. ایناست که تعریف کننده اثر نقشه. حالا اسم نقش رو بذاریم کنار، اثر نقش. اگه میگیم سی لول ازش یه انتظاری میره، من انتظاری میبینم که بتونیم حل کننده مسئله سازمان اول تو قسمت خودمون باشیم و بعد کمک کننده بر حل مسئله سازمان تو قسمت‌های دیگه. ما هر میزان از در واقع سافت اسکیلی که الان داری
میتونه در واقع مقایسه‌ای باشه، با اینکه مقایسه کنیم میگیم ما این سافت اسکیلش 100، با اینکه مقایسه کنیم ما این سافت اسکیلش 80%. سافت اسکیل رو از کجا میشه یاد گرفت؟ حالا این تجربه و اینا هست، ولی خب غیر از تجربه چی؟ مثلا بچه‌ها میرن هارد اسکیل رو کلاس می‌نویسن، تو یوتیوب سرچ میکنن. برای سافت اسکیل ما همچین چیزی داریم یا نه؟ بله، واقعیتش من تو مارکتینگ خب هم به 4P 4C و اینا رو خوندن. من هم به واسطه اینکه تا مقطع دکترا درس خوندم، هم به واسطه تجربه کار به خصوص تو آژانس‌های تبلیغاتی، سی کامیونیکیشن برام خیلی معنی میده. یعنی وقتی میگی سافت اسکیل، من زنجیروار برمیگردم میگم کامیونیکیشن، ارتباط. من تقریبا میتونم بگم همه مسائلمو با ارتباطات حل میکنم. ارتباطات مؤثر و حرفه‌ای و شفاف از جنس کار، چون ارتباط پرت هم تو سازمان خیلی داریم، ارتباط اشتباه هم خیلی داریم، ارتباط تعریف نشده خیلی داریم. من اگه بخوام بگم سافت اسکیل‌های خود من ریشش از کجا بوده؟ از ارتباط. یعنی من چیزی که هی می‌خوام شیفتش شدم کامیونیکیشن بود. حالا ممکنه به قول معروف منحرف شده باشم به خاطر که تو صنعت تبلیغات و ارتباطات کار کردم، ولی خودم حسم اینه که خیلی از سافت اسکیل‌ها از مهارت‌های ارتباطی میاد و هر چقدر تو اینو تمرین کنی به تو بیشتر کمک میکنه. یه مثال هم میزنی از این سافت اسکیل؟ آره، الان خب ما تو ایران خیلی هم ترند شده که خیلی رویداد برگزار میشه. خیلی الان یکی از چیزایی که واقعا قضاوت میشن آدما باشه اینه که چقدر تو این رویدادها میتونن نتورک بسازن و خود این نتورک ساختنه که از ریشه کامیونیکیشن میاد. یه جاهایی نماینده اینه که این آدم چقدر آدمیه که سافت اسکیلاش درست کار میکنه. حالا مثل برند که یه شورت کاتیه که تو بفهمی اصلا محصول با کیفیته. یعنی برا من اینه اگه با نیما صحبت کنم و حس کنم تو ارتباط باش راحتم، میگم این آدم احتمالاً آدمیه که بقیه سافت اسکیلا مثل حل مسئله، هوش ارتباطی، هوش هیجانی، نمیدونم مهارت در واقع تعامل با تیم، نمیدونم ساستینبیلیتی، همه اینا رو داره. یه شورت کاتی به من میده شکل ارتباطی که با یه آدم دارم. خیلی جالبه، جذاب، مرسی. بزرگترین اشتباهی که کسب و کار میتونه توی مارکتینگش بکنه چیه از نظر؟ من 2 تا چیز به ذهنم میرسه. یکم سوال سختیه ولی 2 تا چیز به ذهنم میرسه. یکی جلوتر رفتن از چیزی که باید باشه، که من اینو به خصوص تو استارتاپ ها میبینم. ما یه مدلی داریم، مدل رشد گرینر، که میگه رشد و بحران همیشه همراه همن. مثلا میگه که تو وقتی یه استارتاپ میزنی، یه شرکت میزنی، رشد از طریق خلاقیت داره اتفاق میفته. بعد میرسی به یه بحرانی مثل بحران مثلا مدیریت، یه بحران کنترل. من یه چیزی که میبینم خیلی آزاردهنده است، بعضی از شرکت‌های به خصوص استارتاپی هنوز تو مرحله رشد از طریق خلاقیت میخوان بحران کنترلشون رو حل کنن. یعنی مثلا تو باید همه نیروهاتو آزاد بذاری که فکر کنن، ارتباط بگیرن تو اون استیج، ولی میری براشون ابزار کنترلی میذاری. تو باید ریپورت کنی، تو باید میکرو منیجمنت بشی که یه وقت تسکت اشتباه نشه. و این یکی از بزرگترین چیزایی که من حس میکنم لطمه میزنه حالا توی اکوسیستمی که کسب و کار نوپان. تو کسب و کارهای بزرگم بزرگترین چیزی که باز به مارکتینگ ربط داره خیلی اینه که فرهنگ اولیه‌شون رو از دست میدن. یعنی معمولا سازمان ها همیشه با اینتنت های خوب ایجاد میشن دیگه. یعنی وقتی میگردی با یه فاندری، با یه کارآفرینی صحبت میکنی، میگه من روزی که شروع کردم دوست داشتم یه سازمانی داشته باشم، یه تعداد آدم متخصص توش کار بکنن، هم خودم همون سازمان رشد کنه و همه به قول معروف تو اون سفره‌ای که ایجاد شده منتفع بشن. ولی بعد کم کم میبینی که فرهنگ سازمان تغییر میکنه و آدم ها معمولا متوجهش نمیشن. تبدیل میشه به چی؟ نرخایی مثل نرخ ریزش پرسنل از یه سازمان. بعد میبینی ریششو که واقعا میری بررسی میکنی، میبینی این فرهنگ اولی از دست رفته. و من اینو تو شرکت های بزرگ خیلی چالش عجیب غریبی میبینم. مورد اولی که مثال زدی یکم برای من نقش اینترنال کامیونیکیشن خیلی بولد بود. تو دومی هم زدی اینترنال کامیونیکیشن و علاوه این برندینگ برام خیلی برند کارفرمایی بولد شد. خواهم ببینم که تو در واقع این دوتا رو هم وظیفه مارکتینگ میبینی یا نه وظیفه اچ آره به نظرت؟
مارکتینگ خیلی بزرگ شده. ما پارادایمی اگه بخوایم به مارکتینگ نگاه کنیم، بعد از اینکه نسل 2 وب اومد و حالا بهش میگیم سوشال مدیا و اصلا باعث شد که ارتباط سازمان با بیرون خودش خیلی دو سویه تر بشه، واقعا یه پارادایم شیفتی ایجاد کرد که حوزه های مارکتینگ رو خیلی بزرگتر کرد. یعنی اصلا همین مفهومی به اسم پلتفرم، مفهومی به اسم سوشال مدیا، مفهومی به اسم ابزارهای مدیریت سازمان تو اسکیل های بزرگتر، همه اینا تو این پارادایم شکل گرفته به نظر من و باعث شده که هم مارکتینگ خیلی بزرگتر بشه و دیگه نشه براش مرز تعریف کرد. مثلا مارکتینگ تو هیومن ریسورس بله وجود داره که میشه به قول شما مدیریت برند کارفرمایی، میشه اینترنال مارکتینگ یه بخشایش تو در واقع سیستم‌های مدیریت بازاریابی جامعه به هم وصلن و حتی تاثیر میذارن روی مارکتینگ تو بخش عملیاتی. اینا به نظر من مرزاش دیگه خیلی قابل تشخیص نیست. برای همین باز برگردیم به مهارت‌ها، این که بتونی از یه مدیر منابع انسانی به واسطه ارتباطش با یه مدیر مارکتینگ خوب یه سازمان مارکتینگ خوب بسازی، یه مسئله بزرگ میشه که اوکی ممکنه یه مدیر منابع انسانی خیلی مارکتینگ رو نفهمه ولی شاید در تعامل با مدیر مارکتینگ خبره تبدیل بشه به یک مدیر منابع انسانی که خوب میتونه مارکتینگ رو تو ساید خودش هدایت کنه. و باز من اینو همیشه ریشش رو تو ارتباطات میبینم. هی برگردیم به ارتباطات. خیلی هم وقتی دارم با صحبت میکنم این سافت اسکیل واقعا تو چشم میزنه. واقعا هم چیزی که نیست خیلی زیاد باشه. هارد اسکیل الان خیلی زیاده تو اکوسیستم ولی سافت اسکیل دقیقاً، چون یه تجربه هم داشتم من خودم تو ایران تقریبا کار میکردم یه مدتی. خب اینو علنا میدیدیم سرویس کوچینگ که میدادیم به کاربرا، مدیران عالی رتبه برند خیلی معروف بودن که وقتی میرفتیم باشون تو جلسه کوچینگ میرفتم که یاد بگیرم با کوچا، میبینم که اینا واقعا سافت اسکیل نداشتن ولی هارد اسکیل طرف رفته تو لندن درس خونده اومده ولی سافت اسکیل رو نتونسته پیدا کنه که الان خیلی خوب اشاره کرد. من یه مثال دیگه بزنم. من یه دوره هوش مصنوعی شرکت کرده بودم. یکی از اساتید اون دوره میگفت تقریبا 88-89% پروژه های بسیار جذابی که میتونن تبدیل بشن به کسب و کار به واسطه هوش مصنوعی فیل میشن و دلیلش فقط اینه که کسایی که تونستن یک سولوشن خیلی جذاب با هوش مصنوعی که قابلیت واقعا تبدیل شدن به کسب و کار سود درو داره نمیتونن پرزنتش کنن. یعنی و این خیلی افسوس بزرگیه برای اینکه شما ته مثلا توسعه یک محصولو که خیلی کار سختیه انجام بدی ولی نتونی پرزنتش کنی. پرزنت که خیلی مهارت مهمیه و همه قبطه میخورم. دوست دارم مثل استیو جابز در واقع بیان توی پرزنت محصول نقش ایفا کنن. اینجاست که باید بگیم شاید با چند سال برم تو آژانس تبلیغاتی کار کنن. خیلی جذاب. ممنونم ازت. در مورد شکست که همه داشتن قطعا توی پروسه کاریشون، تجربه کاریشون، این شکست رو میخوام ببینم که برای سازمان بوده. نقش تو اون تیم از دید تو این شکست چطوری تعبیر شده؟ چه درسی گرفتی ازش؟ شکست باز سوال خیلی سختیه چون از زاویه‌های مختلف میشه بهش نگاه کرد. من چیزی که حالا با هم قبل از اینکه گفتگومون رو شروع کنیم تو ذهنم داشتم میچیدم به عنوان استوری تلینگ جذاب این بود که چه جوری شکست خوردن خودش خیلی مهمتر از شکست خوردنه. و از یه طرف دیگه اینکه تعریف شکست چه جوری باشه. من باز تو اکوسیستم استارتاپ اینو فهمیدم که خیلی‌ها دوست دارن یه کانسپتی هست میگن فست فیلیر، میگه زودتر شکست بخوره خیلی راحت تری. کلیتش اینه. من اینو خیلی میپسندم ولی دوست دارم درست شکستم بخورم. یعنی اصلا دیر شکست خوردن یا زود شکست خوردن برای خود من هیچ وقت مسئله نبوده. چطوری شکست خوردن یعنی چی؟ چطوری شکست خوردن یعنی اینکه باور کنی که اون جایی که دقیقاً هستی و میخوای تعریف شکست بهش بدی چه ابعادی داره. یه مثال بزنم شاید تعریف بشه. من وقتی وارد پلتفرم دید شدم تیمی بود که تو توسعه محصول فوق‌العاده بودن ولی هیچ وقت کنارشون
یک بازوی مارکتینگ، یک دپارتمان مارکتینگ یا حتی یه مارکتینگ منیجر کار نکرد و 2 سال طول کشید که همو بفهمیم. تو این 2 سال بارها من در واقع رسیدم به این نقطه که نه ما همو نمیفهمیم. نکته جالبش این بود که از همون منبع شکست، یعنی ابعادی که شکست میتونه داشته باشه درس میگرفتم و میرفتم حلش میکنم. مثلا مدیر ارشد من به عنوان بنیانگذار دید همیشه به من این توصیه میکرد که مشورت بگیر و من چون تو این اکوسیستم به عنوان یه آدمی که به خودم باور داشتم نمیخواستم راحت شکست بخورم، میرفتم مشورت میکردم و تو هر مشورت میفهمیدم باید این آدمو بیشتر بفهمم و وقتی که باش این موضوع در میون میذاشتم مثلا اون راحت تر میشد. بر همین منظورم از چه جوری شکست خوردن اینه، من جوری شکست میخوردم که بتونم همین مسیر رو ادامه بدم. یعنی مثلا یه موضوع مثال خیلی سادهش این بود، من همیشه اوایل فکر میکردم که وقتی از من مارکتینگ پلان میخوام باید 60-70 صفحه اسلاید درست کنم، خیلی آکادمیک بیزنس مدل رو تعریف کنم، از بیزنس مدل برسم به استراتژی های مارکتینگ، استراتژی عملیاتی از دلش بیارم بیرون، چنل ها رو تعریف کنم، بعد بگم این تو این چنل ها داری به چه ذینفعایی، چه سودی یا چه منفعتی میرسه و این تبدیل میشد به پرزنتیشنی که 2 سال طول کشید من بفهمم. وقتی من پرزنتیشن میکردم اون آدمو نمیفهمنش و بعد تبدیل شد به گوگل داک های 2 صفحه‌ای با 4 تا تیتر، همون کانسپت ولی این دفعه معنی شکست نداشت. یعنی من فهمیدم چه جوری شکست بخورم که همون مسیر رو ادامه بدم و واقعا برای من خیلی عجیب بود. میگفتم من این همه دارم زحمت میکشم، چرا میرم تو جلسه میام بیرون دستاورد ندارم؟ ولی الان خیلی راحت تر میتونم، یعنی ادبیاتم رو یکی کردم. یه جاهایی ما از زاویه دید خودمون همه چی رو میبینیم. باز من اینو تو استارتاپ یاد گرفتم که 1000 تا زاویه دید وجود داره و نه 1000 تاش، 10 تاشو خودتو بذار تو اون زاویه دیدا، احتمالاً تعریف شکست برات عوض میشه. خیلی جذاب بود، ممنونم ازت. خیلی ممنونم معین جان از زمانی که گذاشتی. خیلی جذاب بود صحبت کردم با تو. احتمال خیلی زیاد که من میخوام دوباره افتخار بدی با هم دیگه یه پادکست دیگه رو داشته باشیم. باعث افتخار. ممنونم از شما که بیننده و شنونده قسمت 6 از تپسل گاراژ بودید. مثل همیشه اگه نقطه نظری، انتقادی، پیشنهادی دارید توی لینکدین تپسل یا لینکدین خود من میتونید با ما در میون بذارید. ما حتما بهترین کارا رو میکنیم که این پادکست اونجایی که میشه براتون مفید باشه و دوستش داشته باشید.